در شهر خوجند مسابقه کشتی ولایتی اوید با پانکراتیون برگزار شد. رهبریت فدراسیون پانکراتیون کشور، ولایت سوخت و مسئولین ساحه ورزش در مراسم کشاده شوی این مسابقه از توجه و دستگیری‌های رهبریت عالی کشور نسبت رشد و عمومیت ورزش یادآور شده ذکر نمودند که پانکراتیون در برابر دیگر نمودهای ورزش سال از سال در تاجیکستان رشد یافته ایستاده است. پانکراتیون یکی از نمودهای المپی ورزش بوده، از محاربات آمیخته با بیش فعالیتی فرق میکند. یعنی در این نمود کم فعالیتی ورزشکار باعث گرفتن آگاهی شده و باخت او سبب می شود. چنانه که دیدیم چمپیونات امروزی ولایت سوخت در سطح خیلی خوبم برگزار گردیده است. ورزشکاران از تمام منطقه‌های کشور با هنر استعداد بلند هنرنمایی کرده‌اند. امیدوار هستیم که ورزش پانکراتیون در ولایت سوخت یکی از ورزش‌های شناخته به حساب می‌رود. در این چهاربینی ورزشی بیش از 600 نفر ورزشکار از همه منطقه‌های کشور اشتراک و مهارت سنجی کردند. این چهاربینی ورزشی با تشبث فدراسیون پانکراتیون ولایت سوخت با مقصد رشد این نمود جلب کودکان و نورسان و جوانان به این نمود ورزش راه اندازی کرده شد. مورد به ذکر است که فدراسیون پانکراتیون در ولایت سوخت همین سال با فعالیت شروع کرد، اما تا این دم در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت مربیان این نمود را تمرین می‌دادند که اکنون فدراسیون آنها را سرجم نمود. نمودی پانکراتیون در شهر و ناحیه ولایت سوخت رونق یافته ایستاده است. با این نمودی ورزش کودکان و نورسان بسیار هم شوق و رغبت دارند. ما فدراسیون پانکراتیون ولایت سوخت در نقشه داریم که در آینده بسیار همین خیلی مسابقه‌های در سطح بلند تشکیل کنیم. ورزشکاران رو تربیت نماییم که در عرصه جهانی بایرق کشورمان رو بالا بردارند. در این نمود ورزشکاران کشور ما بارها در مسابقه‌های با نفوذ جهانی و بین المللی مشرف و پیروز شدند که این نتیجه زحمت و کوشش مربیان است. حاجی میرزا خلالیوی خردسال با شوق و هوس خاصه در این نمود تمرین میکند و نیت دارد من بعد ورزشکاری نامدار شده پرچم کشور عزیزمان را بالا بردارد. عموما در برابر حاجی میرزا خلالیوف کودکان و نورسان سرشمار به این نمود ورزش با شوق و رغبت بی اندازه مشق و تمرین میکنند. من 3 سال در این نمود مشق میکنم. میخوام چمپیون جهان شم. امروز در مسابقه چمپیون شدم. تاجیکستان بپیش. فدراسیون پانکراتیون ولایت سوخت در نقشه دارد من بعد نیز چنین چهاربینی‌های ورزشی را بیشتر راه اندازی نموده ورزشکاران این رشته را سرجم نماید و بهترین ها را به مسابقه‌های با نفوذ آماده نماید. مسابقه کشتی ولایتی اوید با پانکراتیون در قصر ورزشی شهر خوجند طی 2 روز در سطح بلند تشکیلی جریان گرفته مربیان و داوران بهترین ها را معین و قدردانی نمودند.